بار دیگر بینندگان عزیز صبح با صفای وطن رو به خانه هر یک شما به خیر و شادی باد میگویم. ادامه میدیم برنامه بامدادی صبح دوشنبه رو. چون هر وقت روز چهارشنبه ما به استودیوی برنامه بامدادی صبح دوشنبه دعوت میکنیم روانشناس محمود کبیری را. خوش آمدید به برنامه بامدادی صبح دوشنبه. سلامت باشید. امروز میخواستیم اوید احساسات رشک صحبت آراسته باشیم و به بیننده نیز در این موضوع روشنی اندازیم. عموما رشک خود چیست؟ البته در جمعیت ما که مناسبت های احساسی خیلی زیاد هستند، مهر و محبت در جمعیت ما بیشتر دیده می شود و یکی از همان آرزه های مهر و محبت رشک است. رشک این احساساتی منفی و ویران کننده بین کسانی که خودی هستند پیدا می شود، در نتیجه خطری چیزی را از دست دادن است. این مناسبت است، این نیرو هست، این دقت است، این محبت هست، این اون حالت فراغت زندگی هست و همه قریب که به این روبرو می شوند به احساسات رشک. رشک نه تنها خاص است به کسانی که یکدیگر را دوست می دارند. رشک در عالم کودکان هم هست، در کلکتیو، در اون کارخانه‌ای که مردم یک جای کار میکنن، در مناسبت دوستانه، در مکتب، در عموما در هر جایی که آدمان به یکدیگر مناسبت دارن رشک هست. ولی رشکی که مردم بیشتر به اون توجه میدن این رشکی مناسبت بین زن و مرد است. خب رشک اصلا خاصی مردان است یا زنان؟ مردان که نسبتا آزادتر هستند، در جمعیت فعالتر هستند، یا در نظر دارم جمعیت خود ما رو، و زنها که وابستگی از مردها دارند، برای همین بسیار وقت رشک بیشتر در زنها دیده می شود. یعنی اون نفری که کمی امکانیت‌هایش محدودتر است بیشتر احساساتی رشک در اون دیده می شود؟ وقتی که ما مناسبت میگوییم که همه وقت ما از مناسبت وابستگی داریم، بیشتر رشک در کسانی که چیزی میگیرند و در چیزی رو انتظارند. چیزی رو انتظارند و در همین حالت در وقتی که خطر را حس میکنند که همان چیزه سر کرده از مناسبت روانی، احساسی، متریالی، مادی، میبینن که از دست دادنشون ممکن است، این حالت رشک پیدا میشود. یعنی خطری چیزی رو از دست دادن. و غیر از این باز رشک طرفهای دیگر هم دارد. یعنی که رشک این نادرکار حس کردن، خود بهادهی را در خود پست حس کردن. در زن چگونه ظاهر میگردد و در مرد چگونه؟ اکنون تصور کنید که عائله تاجیکی عادی خودمان میگیریم، برپا میشد و زن بیشتر و درون خاندان سر و کار دارد، تربیه کودکان، روشنی خاندان، و مرد بیشتر با یعنی که در کار و فعالیت، یعنی که در قیاس اگر بگیریم چنین است اکثری عائله هایی که در تاجیکستان ما هستند. و همین وقت زن میداند که بسیار حالت معیشی فراغتی آن خانه از مرد وابستگی دارد و همه وقت در حالت احساسات خطر دیدن که انا همین مرد به همین خانه توجه یا که چیزهای مادی یا چیز دیگر را نآورد، مشکلاتی به آن خاندان میبیند، انا همین میتواند که رشک او رو همچون نیروی محافظتی بیدار کند. یعنی رشکی سبک باید باشد، رشکی که اداره شونده است که آن در یک حالتی معین مناسبت های آدمان را نگه می‌دارد. ولی اگر از حد زیاد گذرد، چون کسانی هستند که میخواهند که با آنها توجه زیادتر، یعنی با آنها حق زیادتر، با آنها وقت زیادتر جدا کنند و در این حالت البته این به بیماری میبرد. حسیات مرد چگونه است؟ رشک مرد کم ظهور میکند، ولی اگر ظهور کند نهایت سخت است نسبت به رشک زن. خب آیا هست امکانی که خواه زن و یا مرد این حسیات را لغو کرده باشد؟ البته ما میدانیم که آدم در باطن خود احساسات دارد و فقط با واسطه عقل این احساسات ها را اداره کردن می شود. احساسات ها هیچ وقت گم نمی شوند. این وابسته از اون شرط و شرایط تربیه که آدمان در عائله ها می گیرند. عائله های احساسی، مثلا
کودکی کمتر به او توجه داده شود، چیزهای مثلا کم بها را به او بدهند. همه این سبب پیدا شدن رشک نسبت به برادران و خواهرانش میشد و این چون این آدم در کلکتیو در دیگر جاها هم زند، در زندگی آینده همین چیز در او ظهور میکند، همه وقت این نارسایی را او حس میکند. ولی وقتی که تربیت عقلی میگیرند، خودشناسی روانی میشود، خودش را میشناسد، احساسات خود را بها میدهد، همان احساسات که برآمد با واسطه عقل، با واسطه اطلاعات هایی که انسان دارد، البته رشک خود را میتواند اداره کند. چون که ما همه وقت باطن خود را در یک چارچوبای معین میگیریم و همین است انسان. آدم احساساتش دائم بیرون است، ولی وقتی که آموزش میکند، یاد میگیرد و خودش میشناسد، انسان میشود، یعنی باطن خود را اداره میکند و همین است زینه کمالاتی که میگویند انسان های کامل. و خوشا بر حال کسی که رشک خود را اداره میکند، چون که چنین آدم خود بهادی خود را پس نمی کند و قدر خود را میداند. ولی به هر حال برای بخت خود مبارزه بردن لازم است، چون که ما میدانیم که از کسانی که نسبت به اطرافیان خود بی‌پروا میشن، پسانتر آنها را از دست میدهند و مشکلات های زیادی اجتماعی بر سر آنها میبرد. خوب است که همه چیز در یک حالت اعتدال میانه باشد. فرقیت رشک از بخیلی در چیست؟ چون هر دو حسیات هست. البته اینها احساسات هایی هستند، چی بخیلی و چی رشک. رشک از بخیلی فرقیتش در همین است که رشک نسبت به خودی می شود، بخیلی به بیگانه ها می شود. احساسات بخیلی و حسد می تواند که به بیگانه ها هم باشد، ولی رشک فقط به خودی می شود، به آدمی که نزدیک است. خب برای بهبودی کار، برای پیشرفت کار میتوان ان همین احساسات را، یعنی احساسات رشک رو که بسیار بر ضرر است، یک سو گذاشته کار رو پیش برد. رشک دوست هم نسبت به دوست خود این نظارت ان همان مناسبت، نگاه داشتن همان مناسبت است. این چیزی خوب است، چون که در فرهنگ مردم ما رشک سبک هست و اما وقت باید باشد، چون که این نشان داد آن که قدر کردن مناسبت های یکدیگر است. ولی وقتی که از حد میگذرد و گمان ها زیاد میشوند، که سبب گمان ها این گم کردن شفافیت مناسبت به یکدیگر است. یعنی که انسان یک طرف می رود و همون کارهای او پس پرده می شوند، شفافیت آنها گم می شود. همین وقت بدگمانی پیدا می شود، دودیلگی، گمانهای گوناگون پیدا می شود که این آهسته آهسته محبت رو به بدبینی می برد. یعنی رشک آهسته آهسته اگر از معیار زیاد شود می تواند که محبت رو نیست کند، می تواند که عائله ها رو برهم زند، جنجال های عائلوی دور دراز دوام کنند، این تاثیرات به فرزندان رسد. و خدمت رشک که از حد زیاد این می تواند که بیماری و بیماری های روحی هم برد، که یک نمود بیماری های روحی این رشک است، رشکی از حد زیاد. بله. انسان از کجا می تواند درک کند که در او احساسات رشک وجود دارد؟ این همه وقت است. تصور کنید که احساسات رشک همچون یک ظهورات روانی در همه هست، ولی هر کس آن را هر خیل ظهور امکانات میدهد که ظهور کند. یکی اداره کردن نمیتواند، ما میبینیم که در چهره او پیدا میشد این احساسات. یکی اداره میکند، یکی عموما با منطق و با فکر اندیشه خود آن را محو میکند. ولی تصور کنید که کسی که شما دوست میدارید توجهش را به دیگر کس میدهد. خب این در به همه وابستگی دارد. دوستان و زن و مرد فرق ندارد. فرق ندارد. همه احساساتی رشک را دارند و فقط در رسول خدا نبود که رو جراحی کرده گرفتن و همه کسان دیگر این احساسات را دارند و آن وابسته از آن است که چقدر آن را تربیت کردند. هر زمانی که رشک بیدار شد و بزرگ می شود. که هر روز او غذا میگیرد از آن مناسبت های در اجتماعی و انسان باید بداند که اگر وقتی اما وقت میخواهد که چیزی بهترین، چیزی نقصترین، توجه، مهر، محبت همه به اون که روانه کرده شد، پس این انسان یک ایزمش زیاد هست
خودپرستی او زیاد است و همه وقت در زندگی متاسفانه مشکلات با او رشک نیز زیاد یعنی است. در او زیادتر دیده می شود. در او زیادتر دیده می شود کسی که خودپرستی او خب زیادتر است. چگونه افزایش یعنی همین رشک رو که گفتید افزایش می یابد چگونه سد روحی آن شدن ممکن است؟ در اویله همه وقت دقت دادن در کار که وقتی که با کودکان چیزی میارند توفه ها میارند کوشش کنند که توفه های خواهشاتی آنها باشد. همه وقت کوشش کنند که عدالتی درون اویله عدالتی همون اجتماعی را رعایت کنند و موافق دستاورد با آنها یعنی که توفه ها بدهند. یعنی باز هست حالتهایی که ما میبینیم که با کی چی بدهیم وقتی کسی پیشتر بیشتر خوبتر و نخستر کارهای خود را میکند البته آنها چیزهای خوبتر میگیرند. در دوست ها همچنین است. مثلا دوست میداند که مهر است محبت است توجه است خبرگیری است یعنی دائم از احوال یکدیگر خبر گرفتن است. وقتی که شخص سوم پیدا میشد این چیزها رو نمیگیرد و در اون وقت حس میکنی که این آدم کمی توجهش رو کمتر میکند دقتش رو مثلا زنگ زدنش رو. در این حالت انسان میفهمد که یعنی که رشک او رو بیدار کرده است. آیا رشک میتواند در اتحاد پراکندگی آورده باشد و یا زمینه رو برای پراکندگی به وجود بیارد؟ اویله ها یا دوستی عموما مناسبت های خوب رشته ها دارند. یکی از این رشته ها میتواند رشته های مادی باشد یکی رشته های احساسی باشد که از دیدن یکدیگر مردم خوشنود میشن. یکی رشته های عقلی باشد که یکدیگر رو عقل یکدیگر رو پر می. یکی رشته های معنوی رشته های مثلا اولادی خشتباری خونی باشد. رشته های اجتماعی من یک 7 رشته است که انسان ها اگر در اون به دیگر داشته باشند خیلی مستحکم است. رشک همین رشته احساسی رو میکند. محبت رو آهسته آهسته ویران میکند اگر از حد گذرد. انسانی که احساس میکند که در او رشک پیدا شده ایستاده است و او چگونه میتواند آن همین رشک خود را داشته ایستد؟ گفتن در کار پنهان نکند. تیز گوید که من همین احساسات نسبت به همون کسی هست که با اون مناسبت دارد گوید که من همین احساسات رو کردم و سببش شاید همین باشد. گفتن لازم است. وقتی پنهان میکنن زیاد میشود زم میشود. بسیار خوب. بینندگان عزیز بار دیگر خاطررسان میکنیم که مهمان امروزه برنامه ما بودند دکتر روانشناس محمود کبیری و بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم برای اشتراک در برنامه بامدادی صبح دوشنبه و برای کار رو به شما تمنا داریم. سلامت باشند و رشک نکنند. خب بینندگان عزیز ادامه دارد برنامه بامدادی صبح دوشنبه با ما بودن را فراموش نسازید.